امروز میخوایم در مورد اولین دسته از آرکیتکچرها یا معماری‌ها غیر از شبکه MLP که تا الان صحبت کردیم صحبت کنیم. درس امروزمون خیلی ساده است و کلا این مبحث قبل از عید دیگه این چند جلسه مونده معماری‌های به نسبت قدیمی رو صحبت می‌کنیم که دیگه بعد از عید دیگه در مورد ترانسفورمر و بقیه معماری‌ها رویکردهای جدید لرنینگ صحبت می‌کنیم. خب چیزی که تو این جلسه می‌بینین از شبکه‌های عصبی کانولوشنی اینه که برای ورودی‌هایی که جنس شبیه تصویر یا جنس دنباله‌ای و به این صورت دارن، حالا به دلایلی که خواهید دید انتخاب مناسبی هستن. خب یکی از اولین شبکه‌های کانولوشنی که معرفی شد شبکه لینت بود. برای تشخیص حروف و ارقام استفاده شد. حالا این جلسه و جلسه آینده خواهید دید که حتی شبکه‌های خیلی بروز کانولوشنی هم تقریباً فرم کلیشون به همین صورت هست که از روی تصویر فیچر مپ هایی تو طول در واقع لایه ها میسازند و نهایتاً به آوتپوت میرسیم. حالا جنس این لایه ها رو امروز در موردش صحبت میکنیم. خب این یکی از شبکه‌های به نسبت اخیرتره که باعث همون تحول دیپ لرنینگ شد. شبکه الکس نت باز دوباره همین فرمیو داره که لایه‌های کانولوشنی که امروز باشون آشنا میشیم رو استفاده میکنه تو خودش و حالا میخوایم ببینیم که این لایه کانولوشنی چه فرقی با فولی کانکتد لیرایی که تا الان باشون سرکار داشتیم دارن. خب فکر کنین که ما یه تصویر 32x32 در 3 کانال که کانال آر و جی و بی اون تصویر رو نشون میده رو میخوایم کلاسیفای کنیم. اگه بخوایم با یه دونه لایه فول کانکتد این کار رو انجام بدیم مجبوریم در واقع تصویر به شکل یه وکتور در بیاریم و 32x32x3 میشه عملاً 3072 بود برای اون وکتور و بعد بدیم به یه لایه خطی و نهایتاً در واقع اکتیویشن رو داشته باشیم مثلا با یه لایه استافمکس دسته‌بندی رو انجام بدیم که اینجا میبینیم که سایز ورودیمون اولا خیلی بزرگ میشه، یعنی ورودی 3000 بعدی بیش از 3000 بعدی داریم و بعد یه اتفاق بعد اینجا میفته. کسی میتونه بگه که چه اشکالی داره؟ ممکنه بشه بعد همسایگی هم لحاظ نمی‌کنه چون همین نورون‌ها با هم دیگه متصلن، یعنی مثلا خب خیلی حساس روی لوکیشن و پترنی که میخواد. یعنی خب شبکه کانولوشنی روی پترن یعنی جاهای مختلف چی فیبری درست. مثلا توی تصویر پیکسل چپ و راست و مثلا بالا پایینش مثلا من دیگه اطلاعات داخل خودش داره. وقتی اینا رو می‌ذاری سر هم دیگه این همسایگی پیکسل رو از من درست. کاملا درسته نکته‌ای که گفتیم و حالا می‌بینیم که چجوری می‌خوایم با لایه‌های در واقع کانولوشن مشکل رو حل کنیم. این لایه‌هایی که الان در موردش صحبت کردیم، لایه‌های فول کانکتد اصطلاحاً ترنسلیشن اینوریانت یا شیفت اینوریانت نیستن. حالا اول می‌خوام در مورد مفهوم ترنسلیشن اینوریانت یه ذره صحبت کنیم که حسی نسبت بهش پیدا کنیم و بعد لایه کانولوشن رو معرفی می‌کنیم. خب فکر کنیم مثلا یه سیگنال صوت رو گرفتیم، برای اینکه همه مثالامون هم ایمیجی نباشه مثال صوت و متن و اینها رو میتونیم اینجا استفاده کنیم. یه سیگنال صوت رو گرفتیم و کلمه مثلا ویلکام یه جای این در واقع اسپکتروگرام این سیگنال وجود داره. خب فرض کنیم ما پترن این کلمه ویلکام رو بتونیم تشخیص بدیم. حالا مستقل از اینکه این کجا این دنباله باشه ما باید بتونیم پترن رو تشخیص بدیم. اینطور نباشه که اگه مثلا تو سیگنال‌های ترینینگ اون ویلکام همش اول دیدیم دیگه اگه ویلکام آخر بیاد نتونیم تشخیصش بدیم. چرا؟ چون اگر رفتارمون یه شبکه فولی کانکتد باشه مثلا فرض کن 20 نورون اول انگار میاد پترن ویلکام رو تشخیص میده تو ویتاش و اگه جای دیگه این بیاد دیگه اصلا هیچ راهی برای تشخیص این نداره. خب این مثلا همون صحبتی که کردن حالا ویلکام دو جای مختلف اومده که اگه تو دیتای ترینینگش ندیده باشه اینها رو با دیدن یه جا نمیتونه اونو تعمیم بده به جای دیگه. مشابه همین رو در مورد تصویرم داریم. مثلا فرض کنید اگه تو تصویرایی که از گل دیده همیشه گل سمت چپ تصویر بوده دیگه در واقع با شبکه فول کانکتد نمیتونیم گل سمت راست تصویر رو تشخیص بدیم. خب اما میخوایم در مورد در واقع لایه کانولوشن صحبت کنیم که دو تا خاصیت رو با خودش میاره. یک این که حالت لوکالیتی داره، یعنی سپارسه و یه نرون به همه نرون های لایه قبل وصل نیست بلکه به تعداد محدودی که حول
اون نقطه میافتن وصل میشه، یعنی همون لوکالیتی که داریم در موردش صحبت میکنیم. دومین خاصیتش رو میتونیم بگین چی قاعدتاً باید باشه که نسبت به ترنسلیشن حساسیت نداشته باشیم؟ پارامتراش کمتره و نه هنوز فقط گفتم ویتا مثلا به این صورته که فول کانکتد نیست، هر کسی به اطرافه. آره میخوام بگم چه خاصیت دیگه غیر از لوکالیتی باید داشته باشه تا این حساسیت نسبت به ترنسلیشن رو از دست بده. دقیقاً. بعد از اینکه لوکالیتی رو در نظر میگیریم یه خاصیت دیگه باید اینجا اضافه کنیم، ویت شیرینگ. این ویت هایی که داریم توی محل‌های مختلف استفاده می‌کنیم اینا همه باید همه جا یکی باشن. اصطلاحاً ویت شیرینگ اتفاق افتاده باشه، همون مجموعه ویت رو بر همه جا استفاده کنیم. خب پس با این دو خاصیت پارامتر شیرینگ و لوکالیتی میریم سراغ در واقع تعریف دقیق کانولوشن. خب اینجا فکر کنین که یه تصویر ورودی داریم. حالا برای سادگی اول شروع می‌کنیم با تصاویر یک کاناله و یه فیلتر 3x3 داریم همراه با بایاس 0 و می‌خوایم کانولوشن این تصویر رو با این فیلتر حساب کنیم. خب اینجا حالا من سعی می‌کنم توی ویدیو اینو نشون بدم. اتفاقی که میفته این ویت هایی که میگیم به صورت لوکال دارن اعمال میشن و همه جا شردن، مثل این میمونه که این فیلتر رو تو تمام جای این تصویر خونه به خونه جابجا کنیم و بعد وزنایی که تو این فیلتر وجود داره مثل یه دات پروداکت با متناظرشون توی ایمیج نقطه به نقطه ضرب کنیم، همه رو روی هم بریزیم. خب و این اعدادیه که برای بعد از اعمال فیلتر کانولوشن برای این تصویر داره به دست میاد. خب تا اینجا واضحه همه چی. پس هم مفهوم لوکالیتی رو اینجا داره، هم مفهوم ویت شیرینگ، چون همون فیلتر داره رو همه نقاط تصویر اعمال میشه. خب حالا یه ذره در مورد این فیلتر و تمپلیت و مثلا پترن رو اگه بخوایم شروع پیدا کنیم، قبل اینکه در مورد کانولوشن ببینیم این رو، یه شبکه عصبی رو در نظر بگیریم که ورودیش یه تصویره. مثلا این تصویر ورودی شبکه عصبیه، یه لایه خطی فول کانکتد در نظر بگیریم. اگر ویتای اون رو هم به شکل یه تصویر در بیاریم، ویتا که سایزشون به اندازه ورودیمون، اگه ورودیمون رو وکتور کردیم، اون ویتا هم در واقع میتونیم به شکل وکتور در نظر بگیریم با همون سایز و میتونیم ریشیپش کنیم به شکل تصویر درش بیاریم. اگه به شکل تصویر در بیاریم، انگار ما مثلا وقتی میخوایم کلاس 2 رو تشخیص بدیم، انگار یه تمپلیتی برای کلاس 2 میخوایم داشته باشیم تو این وزنا که وقتی ضرب میشه تو تصویر، اگر نقطه به نقطه ضرب بشه و روی همدیگه ریخته بشه، اصلا دات پروداکت اینا حساب بشه، اون موقع چی بشه؟ بعد تصویرایی که این تمپلیت توشون هست این عدد بزرگ بشه و اگه این تمپلیت رو ندارن مثل این حالت عدد کوچیک بشه. حالا این چیزی که اسمش ما میذاریم کانولوشن عملاً کورلیشن، یعنی اسمش توی لیترچر جا افتاده کانولوشن، ولی عملاً کورلیشن، یعنی همین ضرب نقطه به نقطه اینها، اون کاری که توی کانولوشن توی سیگنال میکنیم که به این صورت. فکر کنم حالا یه ذره جلوتر من فرمولشو دارم نشون میدم، اون دقیقاً اون رو انجام نمیدیم، همین ضرب نقطه به نقطه‌ای که اینجا دیدیم. پس ما یه جور در واقع با اعمال این فیلتر تو جای مختلف تصویر میتونیم دید پترن مچینگ هم داشته باشیم. انگار تو این فیلتر یه پترنی وجود داره و تو جای مختلف تصویر داریم میچرخیم ببینیم اون پترن کجا داره پیدا میشه. خب برای اینکه دیدتون دقیق‌تر بشه نسبت به کانولوشن، فرض کنید تصویر رو داریم و دو تا فیلتر به این صورت داریم. خب که اعداد تو این تصویر هم همشون مثبتن. خب یعنی روشنایی پیکسل‌های این تصویر همه مثبتن. بعد اعمال این فیلتر روی تصویر انگار مثلا تو هر نقطه اگر پیکسل‌های سمت راستش روشن باشن و پیکسل‌های سمت چپش خاموش باشن، انگار این فعالیت این نقطه زیاد میشه. درسته هرچی روشن‌تر باشن و پیکسل‌های سمت چپش خاموش باشن، انگار فعالیت این نقطه توی نقطه زیاد میشه. انگار این داره مشخص میکنه آیا در واقع یه اج یا لبه‌ای که این ورش بره به سمت سفید بودن و این ورش به سمت سیاه بودن توی این نقطه وجود داره یا نه. و بعد که اینو اعمالش کردیم تو تصویر، حالا اگه شما ببینید مثلا پترن این آجرها و مثلا این کف اگه ببینید، این انگار اومده بیشتر اج‌های عمودی رو تشخیص داده. اون جایی که اج عمودی وجود داشته تو تصویر اونا رو پررنگ کرده، یا اجایی که با زاویه هم یه بخش عمودی دارن و اونجا هم فعالیت وجود داره، و این یکی برعکس اومده اجای افقی تصویر رو بیشتر پررنگ کرده. حاصل کانولوشن این با این فیلترها روی تصویر همچین خروجی های شده. خب حالا تو تصویری که رنگی هست ما با 3 کانال RGB و B سر و کار داریم که روی هم ریخته این کانال ها اون شکل میشه که ما به صورت تصویر رنگی میبینیم. اگه بخوام همین مفاهیم رو تعمیم بدیم به این حالتی که
ورودی ما بیش از یک کانال داره که الان ورودی 32/32 و 3 تا کانال RGB داره. در واقع باید این فیلتری که اعمال میکنیم عمقی به اندازه تعداد کانالایی که ما اینجا داریم داشته باشه. یعنی همون ضرب نقطه به نقطه‌ای که دیدیم، حالا اینجا این تنسوره که میره با همون محل ضرب میشه، جاشو جابجا میکنیم و در واقع جلو میبریم. اینجا مثلا فیلترمون 5/5 بوده و عمقش هم همین چیزیه که اینجا به عنوان عمق، یعنی همچه اتفاقی داره میفته. اینو توی جاهای مختلف تصویر اعمال میکنیم و نهایتاً یه تصویر حاصل این میشه. خب یعنی که خروجی ما دوباره از جنس تصویری که بهش میگیم فیچر مپ. سایز این تصویر توی مثال چنده؟ مثلا 32/32 بود تصویر ورودیمون، فیلترامون هم 5/5 بود. استرادش یکه. اتفاقی که میفته بله، اتفاقی که میفته برای یه فیلتر 5/5 اگه در نظر بگیرین، تا این خونه در واقع 5 تا مونده به آخر اینو میتونیم بذاریم و تو تصویر جاش بشه. اگه از این جلوتر بذاریم دیگه تو تصویر جاش نمیشه، درسته؟ خب پس آخرین جایی که اگه 32 در نظر بگیریم، آخرین جایی که اینو میتونیم بذاریم خونه 28، خونه‌های بعدی جا نمیشه. و تو قبلیام همه شروع این فیلتر رو میتونستیم بذاریم، شروع این فیلتر همه جا تا خونه 28 رو. در نتیجه تصویر 28/28 اینجا به دست. خب پس حاصل اعمال این فیلتر روی تصویر یه فیچر مپ، اصطلاحاً یه اکتیویشن مپ 28/28 شد. خب حالا میتونیم مثل شبکه عصبی در واقع فولی کانکتد که توی یک لایه بیش از یه نرون داشتیم، این مدل یه نرون بود دیگه، یه نرونه در واقع به همه جا وصل نبود، محلی وصل بود و در نتیجه چون محلی وصل بود مجبور بودیم بارها و بارها فعالیت نرون رو تو جای مختلف بسنجیم و خروجیش هم از جنس یه مپ شد، نه یه عدد. حالا میام نرون بعدی رو برمی‌داریم و با یه فیلتر جدید همین کار رو انجام میدیم، یه اکتیویشن مپ جدید به دست میاد. خب و اگه مثلا اینجا به جای یک نرون 10 تا نرون داشته باشیم، اینجا 10 تا اکتیویشن مپ به دست میاد. پس عملاً یک تنسور میشه با سایز 28/28 و عمق چی؟ 10 تعداد فیلترهایی که تو لایه اول داریم استفاده میکنیم. تا اینجا روشن همه چی؟ ببین توی این فکر کنم روشن‌تر باشه. فکر کنیم که ما از این فیلترهای 5/5 که میرفت تو تصویر اعمال میشد، به جای یه دونه که معادل یه نرون توی شبکه عصبی فولی کانکتد میشه، اینجا 6 تا داشته باشیم. خب اگه 6 تا از اینا داشته باشیم، هر کدوم اینا رو که رو تصویر اعمال میکنیم جابجا میشه، یه تصویر بهمون میده. خب بعد حاصل اعمال این 6 تا انگار 6 تا چنل مختلف این فیچر مپی میشه که در اثر اعمال این لایه کانولوشن به دست میاد. در نتیجه انگار تصویر با عمق 6 اینجا، یه تنسور با عمق 6، تعداد چنلاش 6 میشه. خب برای این فیلترها ما بایاس هم در نظر میگیریم، یعنی کنار این فیلتر 5/5 که 5/3 که اینجا دیدیم، بر هر کدومش یه بایاس هم در نظر میگیریم که حالا اینجا 6 تا عدد بایاس هم داریم که اینا میشن کل پارامترایی که تو این لایه هست. خب حالا اون چیزی که توی عمل ما استفاده میکنیم اینجوریه که یه دونه سامپل ها رو که به شبکه نمیدیم. همطور که قبلا دیدین ما یه مینی بچ از سامپل ها داریم که کل مینی بچ رو یه جا به شبکه میدیم. پس این تنسوری که داشتیم برای یه دونه اینپوتمون شبیه به این یه تعدادی در واقع داریم، اینها کنار هم قرار میگیره، کل بچمون میشه، کل بچ رو میدیم و اینا در واقع فیچر مپ های کل بچ میشه که روش پردازش انجام میدیم، مثلا بچ نورمالیزیشن میزنیم و غیره. خب پس تا اینجا ما یه لایه کانولوشن دیدیم، یه لایه کانولوشن حاصل اعمالش شد یه همچین چیزی. تو لایه بعدی کانولوشن میتونیم در واقع دوباره یه تعداد فیلتر داشته باشیم. تعداد فیلتری که اینجا انتخاب کرده 10، در نتیجه خروجیش عمقش 10 شده، اما سایز فیلترهاش به صورت اسپیشال فیلترها 5/5 و تعداد چنل‌هاش ما همیشه مجبوریم با توجه به تعداد چنل‌های آخرین لایه‌ای که داریم کانولوشن روش اعمال می‌کنیم انتخاب کنیم. پس این تعداد چنل چیزی نیست ما بتونیم دستکاریش کنیم، این باید حتما تعداد 6 باشه که بتونه روی این نقطه به نقطه اعمال بشه و حاصل به دست بیاریم. خب اما بین اینا فقط ما اگه لایه کانولوشن رو پشت سر هم بذاریم، دقیقاً همون اتفاقی که با لایه‌های خطی میافتاد، لایه خطی پشت سر هم معادل میشد با یه لایه خطی، اینجا هم لایه کانولوشن پشت سر هم معادل با یه لایه کانولوشن میشه. بنابراین از اکتیویشن فانکشن بین اینا استفاده می‌کنیم، مثلا همون اکتیویشن فانکشن رلیوی که توی جلسه قبل در موردش صحبت کردیم میتونه بین اینها استفاده بشه. حالا
تو بچ نورمالیزیشن داریم میگین. تو بچ نورم در واقع اینجا هم عین حالتی که توی جلسه قبل دیدیم یه وکتور به دست میاریم. خب یه وکتور به دست میاریم که برای میانگین هاست، یه وکتور هم به دست میاریم برای استاندارد دیوییشن. خب اگه بخوایم یه وکتور برای میانگین و یه وکتور برای استاندارد دیوییشن به دست بیاریم، تعداد ابعاد این وکتور باید قاعدتاً به اندازه تعداد چی باشه؟ چنل هامون باشه. خب پس مثل این میمونه که وقتی خواستیم میو رو در بیاریم، روی همه سپیشال لوکیشن های اون فیچر مپ روی هم ریختیم همه چیو و بعد روی ایمیج های مختلف بچ. پس حاصلش شده به تعداد چنل ها یه بردار که به تعداد چنل ها همه اینا روی هم ریخته میشه. خب یه سوال، حالا اینو پرسیده، من یه سوال دیگه مرتبطم بپرسم که فرق کانولوشن اینجا چی میشه. جلسه قبل در مورد زاویه اینیشیالیزیشن صحبت کردیم و فرمی که بعد از اون گفتیم برای شبکه‌های رلیو، گفتیم برای اینکه استاندارد دیوییشن رو تنظیم کنیم یک به روی رادیکال فنین تقسیم بر 2 میگیریم استاندارد دیوییشن رو. یعنی انگار یه نورمالیزیشن روی استاندارد دیوییشن داریم انجام میدیم. استاندارد دیوییشن نهایی وزنای همچین چیزی میشه. یعنی این تقسیم داره به دلیلی که جلسه قبل صحبت کردیم که دیگه نمیخوایم در موردش صحبت کنیم. خب یه مثلا آخرش یه نرمال این شکلی با میانگین استف و یه همچین استاندارد دیوییشن بر وزن هست. خب اینجا که داریم فیلتر کانولوشن استفاده میکنیم، فنین رو چی باید در نظر بگیریم؟ یادتونه یه جمع وزدار بود. خب میخواستیم این جمع وزداره استاندارد دیوییشنش با استاندارد دیوییشن خود ورودی ها یکی بشه. خب و در نتیجه مثلا اومدیم از یه همچین نورمالیزیشن استفاده کردیم که این اتفاق بیفته. حالا ورودی های یک نرون توی حالتی که شبکه کانولوشن داریم چی عملاً به اندازه در واقع مثلا سایز فیلترمون اگه اف ضرب در اف ضرب در چی؟ ضرب در تعداد در واقع چنلامون. خب تعداد چنلایی که این داشته فیلترمون در واقع این میشه تعداد ورودی که داریم، یعنی سایز فیلترمون با در نظر گرفتن عمقش این میشه تعداد ورودی‌ها. عین همون فنین بالا یا همچین چیزی رو اینجا داریم. واضحه برای همه؟ چون ایناست که داره رو هم ریخته میشه عدد بعدی رو بهمون میده. ما می‌خوایم ببینیم عدد بعدی حاصل در واقع چه چیزاییه. خب حالا برای اینکه یه دور مثلا ما همه چی با تنسور میگیم، ممکنه خیلی شهود نسبت به تنسور نداشته باشین، یه دور برای اینکه اینا رو باز کنیم ماتریسیش رو ببینین یه مثال با هم جلو ببریم. فکر کنین که این خروجی لایه قبلمونه که یه تعداد ایمیج عملاً تعداد اینها به اندازه دپت یا تعداد چنلامون. فیلترمون هم دقیقاً تعداد عمقش به اندازه همین تعداد چنلایی که اینجا وجود داره و مثلا صورتش اسپشیال هم طول و عرضش رو اینجا می‌بینیم. خب برای اولین فیلترمون اینجا اومدیم یه دونه مپ در آوردیم. خب ZIJ داره مپمون رو بهمون نشون میده، WKUL داره نشون میده تو خونه KUL و به ازای مپ اول که الان اسممون اینجا 1 هست روی اکتیویشن ها یا حالا اگه لایه ورودیمون اگه لایه ورودی نیست اکتیویشن های لایه قبل توی همون نقطه آی و جی، حالا این که سیگما عملاً داره این دو تا سیگما عملاً داره حاصل اعمال اون فیلتر رو نشون میده بهمون. ولی به ازای در واقع هر کدوم از این است ها که فیلترهای ما هست داره یه دونه مپ به دست میاد. خب این یه دونه مپ به ازای هر کدوم از اینها داره یه دونه مپ به دست میاد که اینه. اما توی به دست اومدن این مپ داره از همه مپ های لایه قبل استفاده میشه. مثلا سیگما داخل یه مپ داره کانولوشن حساب میکنه. یعنی چی؟ یعنی انگار توی یکی از چنل های این فیلترمون رفته روی تصویر نشسته و حاصل در واقع کانولوشن این رو داریم به دست میاریم و این سیگما بیرونیه چیه؟ روی همه چنل ها داریم جمع میزنیم. مثل همون میمونه که انگار در واقع اون فیلتر عمقدارمون رو تو هر عمقش اومدیم اعمال کردیم و جواب اینها رو عددی که به دست اومده روی هم ریختیم. این میشه چیزی که به دست میاد. حالا با یه در واقع ویو پوینت دیگه مثل این میمونه که توی لایه قبلی ما یه سری تصویر داریم و هر فیلتر کانولوشنی که داریم اعمال میکنیم با همین زرد رنگ دنبالش کنیم. هر فیلتر کانولوشنی که داریم اعمال میکنیم انگار این تصویرها رو برمی‌داره و یه در واقع اکتیویشن مپ جدید از روی میسازه که حالا عمقش 1 هست. همین رو میخوایم داخل این تصویر دنبالش کنیم. خب یه لحظه ببینیم داره چه اتفاقی اینجا میفته.
داخل یک دونه از این فیلترها داره همچه اتفاقی مثلا فکر کن اس رو 1 در نظر گرفتیم، اسی که توی اسلاید قبل داشتیم دنبال می‌کردیم. خود این فیلتر یه چیز عمق داره. خب پس در نتیجه می‌بینین توی هر عمقش انگار این فیلتر 3% داره یه سری رنگا میگیره و تغییر کرده. خب حالا اینو داریم توی تصویر اعمال می‌کنیم. این خروجی اول یا اکتیویشن مپ اول به دست میاد. میریم سراغ فیلتر دوم، این اعمال میشه روی تصویر و اکتیویشن مپ دوم به دست میاد و الی آخر. دیگه فکر می‌کنم نسبت بهش شهود داشته باشین. یعنی همه اینها داره با هم اعمال میشه. تو هر عمقش انگار یه فیلتر داریم که هر فیلتر داره تو عمق متناظرش تو تصویر ضرب میشه و همه اینها داره روی هم دیگه ریخته میشه. واضحه؟ خب حالا در واقع فرم ویو پوینت نورونیش رو هم ببینیم، بهش اشاره کردم و دقیق‌ترش رو اینجا می‌بینید. اینجا ما همیشه قبلا یه نورون داشتیم، خروجی به ازای یه نورون یه عدد میشد، ولی اینجا چون اون نورون داره ویتاش همه جای تصویر به صورت شیرد اعمال میشه، خروجیش یه اکتیویشن مپ شد و نورون بعدی که اضافه میکنیم عملا هر کدوم یه اکتیویشن مپ داره به ما میده و مثل این میمونه که این عمق رو نورون های ما داره تشکیل میده و به صورت اسپشیال در اثر اعمال اون نورون تو جای مختلف این اکتیویشن مپ به دست اومده. پس عمق متناظر با تعداد نورون ها میتونه در نظر گرفته بشه. خب این هم از این. حالا اگه بخوام یه ذره دید نسبت به اینکه چه اتفاقی داره تو این فیلترها میفته داشته باشیم، مثلا شبکه الکس نتی که حالا تو جلسه بعد یه اشاره به شبکه‌های معروف می‌کنیم، شبکه در واقع تحول آفرینی بوده، فیلترهایی که تو لایه اول این شبکه به دست اومده میتونیم ویژوالایزش کنیم و نسبت بهش دید داشته باشیم. تو لایه بعدی به این راحتی نیست، حالا تو ادامه می‌بینیم چرا، ولی تو لایه اول همطور که دیدیم انگار فیلترها همجنس تصویرن، چون میرفتن میشستن روی تصویر و یه ضرب در واقع داخلی با تصویر میشد. بنابراین میتونیم بگیم که خود فیلتر همجنس تصویر و میتونیم به شکل تصویر رنگی ببینیمش، چون ورودیمون 3 تا چنل داشت. اگه فیلترها رو به شکل تصویر رنگی رسم کنیم، فیلترهای این شبکه یه همچین شکلی داره که میبینیم مثلا اجهای افقی عمودی با شیب‌های مختلف و بلاب‌های رنگی و پترنایی رو این نورون ها هر کدوم داره نشون میده. پس یه سری فیچر سطح پایین داره تو این نورون ها استخراج میشه. حالا اگه بیایم و این فیلترها رو روی تصویری که بالا سمت چپ هست که چراغ یه ماشینه اعمالش کنیم، میبینیم که یه همچین خروجی به ازای هر کدوم از اون فیلترهای بالا داره به دست میاد. فیلترها رو بالا ببینین، این فیلترها رو در نظر بگیریم. اومدیم رو تصویر زدیم، حاصل اعمال مثلا فیلتر اولی هم چیزیه که اجای مثلا با شیب 45 داره نشون میده، همینطور الاخر. بعضی از اینا جالب دنبال کرد، مثلا اینجا رو در نظر بگیرین، این یه بلاب مثلا قرمز رنگو داره تو تصویر این گوشه نشون میده و اینجا که چراغ ماشین بوده تو تصویر، پترن که گشته تو تصویر همه جا، اینجا که چراغ ماشین قرمز رنگ بوده بیشترین فعالیت رو داشته. یا مثلا چیزای دیگر میتونید خودتون دنبال کنید. این همون نکته است که اون کانولوشنی که تو سیگنال شما میبینی این همچین فرمی داره که با کوریلیشنی که ما الان صحبت کردیم فرق میکنه و ما اینجا گرچه لفظ کانولوشن به کار میبریم ولی منظورمون هم کوریلیشنه که هم مستقیم تو هم ضرب بشه و این اتفاقی که اینجا میفته توی کانولوشن که به جای مثلا n1 و n2 مثلا x منهای n1 و y منهای n2 هست، این اتفاق نمیفته. خب بحث بعدی بحث استرایده. ما تا الان وقتی داشتیم در مورد کانولوشن صحبت می‌کردیم میگفتیم تو هر نقطه فیلتر رو اعمال کن، بعد برو سراغ نقطه بعدی. این میشه طول گام 1. اگه بخوایم میتونیم طول گاممون رو 1 بر نداریم، یعنی اینکه اینجا می‌بینیم فیلتر با طول گام 2 اعمال شده، هم به صورت افقی هم به صورت عمودی، طول گامش 2 هست. خب وقتی ما طول گام رو بزرگتر در نظر میگیریم، حاصل این اعمال فیلتر یه ایمیج با سایز کوچیک‌تره. واضحه برای همه؟ سایز ایمیج کوچیک‌تر میشه و استراید بزرگتر از 1 پس عملا متناظر با این میشه که به صورت محسوس سایز فیچر مپ اون کاهش پیدا کنه که حالا این فایده های برامون داره که جلوتر بهش اشاره میکنه. اما وقتی استراید بزرگتر از 1 در نظر میگیریم، گاهی اوقات نمیتونیم کل تصویر رو پوشش بدیم. مثلا فکر کنید استراید 3 در نظر گرفتیم، الان با استراید 3 این نقطه آخر اصلا نمیتونیم توش فیلتر رو جا بدیم. خب راه حلی که برای این قضیه وجود داره اینه که میایم ما از چی استفاده میکنیم؟ پدینگ. دور تصویر رو با
معمولا 0 پر میکنیم و سعی میکنیم در واقع با هر استرایدی بتونیم مسئله رو حل کنیم. خب اول در واقع قبل اینکه در مورد پدینگ صحبت کنم، این رابطه‌ای که برای سایز آوتپوت داریم رو یه دور با هم مرور کنیم. چرا این رابطه؟ ببینید وقتی که یه دونه مثلا تصویر یا یه سیگنال با سایز n داریم و سایز فیلترتون f هست، حالا یه بعدیش رو که در نظر بگیرید همین راحت میتونه به دو بعدی هم تعمیم بده و استرایدتون اینجا مشخص شده، آوتپوت سایزتون به این صورت بده. همونطور که قبلش اشاره کردم به ازای این سایز فیلترتون که الان اینجا 5 بوده، یک بار میتونیم فیلتر رو تو تصویر قرار بدیم چون بعدی داخل تصویر نمیافتن. پس این یه دونه رو داشته باشین. حالا این انی که اینجا داشتیم n و منهای f کنین. خب این میشه باقی مونده این ستونا که همشون میتونه توشون فیلتر یه دونه جا بگیره. خب بعد کل اینو تقسیم بر چی کنیم؟ این دفعات قبلی رو تقسیم بر استراید کنیم چون در واقع طول گاممون به اندازه این استراید بوده. پس یه همچین رابطه‌ای به دست میاد برای در واقع آوتپوت سایزمون و حالا برای در واقع این استراید 3 میبینیم که این خورده میشه و مجبوریم اون فکری که باید برای حل این مشکل بکنیم رو معرفی کنیم که همون بحث زیرو پدینگ هست. اینجا اطراف تصویر رو به اندازه پی مساوی با 1 یعنی به اندازه زیرو پدینگ با پی مساوی با 1 زیرو پد کردیم و در نتیجه فرمولمون به این شکل میتونه تغییر کنه. قبلش n منهای f بود تقسیم بر استراید به اضافه 1. حالا پی که میگیم یعنی از هر سمت به اندازه پی تا حالا ستون یا سطر در نظر بگی. پس 2p از دو طرف میشه، پس میشه یعنی به اضافه 2p منهای f. خب حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که ما برای استراید با یه اندازه میام این پی رو جوری تنظیم میکنیم که n به اضافه 2p منهای f بر s بخش پذیر باشه. خب پس در واقع این قضیه رو پوشش میدیم به این صورت که با هر استرایدی بتونیم کار رو انجام بدیم. خب اینجا دیگه نکته خاصی نداره. ببینین تو همین مثالی که زدیم فکر کنین تصویر اول 32 در 32 بود. خب توی این 27 خونه اول و خونه 28 وقتی فیلتر رو میذاشتیم فیلتر جا میشد داخل تصویر، ولی از خونه 29 به بعد فیلتر رو که میذاریم میفته یه بخشش بیرون تصویر و در نتیجه نمیذاریم اونجاها فیلتر رو. خب به طور معمول پس توی تصویری که سایزش 32 در 32 بوده تو در واقع محل 28 رفتیم اینجا و در نتیجه اوتپوت این 28 در 28 میشه. خب چرا استراید زیاد میکنیم کوچیک میشه؟ تو استراید زیاد کردن یه همچین اتفاقی داره میفته. فکر کنید مثلا اینجا اولین بار فیلتر 5 در 5 رو گذاشتیم ولی تو ستون دوم دیگه نمیذاریم، دوباره دفعه بعد میریم تو ستون سوم میذاریم اینو. خب پس در واقع تعداد دفعاتی که داریم میذاریم یه جوری تعداد n تقسیم بر مثلا 2 اوردر n تقسیم بر 2. پس داره سایز تصویر به اندازه استراید چیز میشه. آره با اون وزن داره کم میشه. خب بفهمید بعضی اوقات به جای اینکه مثلا پدینگ انجام بدن خب مثلا رفلکشن پدینگ یا بله بعد خب مثلا این تصویر رو خراب نمیکنه پدینگ مثلا رفلکشن به همون اندازه‌ای که زیرو پدینگ هم تصویر خراب میکنه دیگه، پترن میتونه به هم بره. پیکسلش رو صفر میکنه. بله ولی خب این پیکسل اضافی هم داره. درسته. رفلکشن هم همون میشه پیکسل تصویر رو داره رفلکت میکنه اونور، یعنی انگار قرینه نسبت به مرز تصویره. ولی خب بر همینم هست که زیرو پدینگ بی خطرترینه و بیشتر استفاده رو داره تو شبکه کامپیوتر، ولی به قول شما نحوهای دیگه پدینگ هم گاهی استفاده میشه. خب برای یه سیگنال واندی یه دور همین حرفا رو مرور کنیم. یه سیگنال با سایز 5 داشتیم، فیلتر با سایز 3 رو روش اعمال کردیم با پدینگ 1، یعنی از هر دو طرف یه دونه در واقع صفر به طرفین سیگنال اضافه شده و استرایدمون 1 بوده و اینجا در واقع سایز آوتپوتمون شده n که سایز ورودیمون بوده منهای سایز فیلترمون که 3 بوده اینجا به اضافه 2 برابر پدینگ که پدینگ 1 بوده تقسیم بر استراید که 1 بوده و به اضافه 1 اینجا آوتپوتمون 5 شده و اینجا استرایدمون رو 2 گذاشتیم که اگه محاسباتمون انجام بدیم سایز آوتپوتمون 3 میشه. دیگه واضحه فکر کنم، درسته؟ خب
پس زیرو پدینگ رو به دو هدف میتونیم انجام بدیم. حالا من هدف دوم رو هم الان بهش اشاره میکنم. هدف اولمون این بود که وقتی با استرایدهای بزرگ تزییک کار میکنیم گاهی اوقات مجبوریم پدینگ بکنیم تا بتونیم کل تصویر پوشش بدیم. هدف دوم اینه که اصلا نخوایم سایز تصویر در اثر اعمال فیلتر کانولوشن کم بشه. یعنی مثلا اون 32x32 که بعد از اعمال کانولوشن میشد 28x28 میتونیم با پدینگ جلوی این قضیه رو بگیریم. خب جوری پد کنیم که حاصل چی بشه؟ باز 32x32 بشه. خب پس به این دو هدف میتونیم پدینگ رو انجام بدیم. دیگه اینجا نکته خاصی نداره. بله. اگه بخوایم پد نکنیم بوردرها کمتر کانوالف میشن. اون نقاط حاشیه‌ای. بله این حرف درسته. یعنی یه دلیلش میتونه باشه که سایز تصویر رو می‌خوایم حفظ کنیم. یه دلیل دیگه‌اش میتونه این باشه که همین نکته‌ای که قبلش عرض کردم، اینکه اگه پدینگ انجام ندیم ما توی تصویر 32x32 آخرین محل کانولوشنمون تو خونه 28 وقتی 5x5 فیلترمون و این تیکه‌های آخر هیچ وقت دیگه مرکز فیلتر کانولوشن نشدن. برای اینکه اجازه بدیم اینا مرکز فیلتر کانولوشن بشن، زیرو پدینگ این اجازه رو بهمون میده. خب پس در واقع اینجا می‌بینیم دیگه با پدینگ میتونیم کاری بکنیم که این اتفاقی که میافتاد که سایز کم میشد کم نشه. بذاریم مثال با هم ببینیم که یه دور همه چی مرور بشه. فکر کنین که اینپوت ما 32x32x3 بوده. 10 تا فیلتر استفاده کردیم که سایز فیلترها 5x5 بوده. عمقشون مجبور 3 باشه که با عمق تصویر برابر باشه. استرایدمون 1 بوده و پدینگ 2. اول بگین که چه تعداد پارامتر داره این لایه کانولوشن؟ 760. میتونیم محاسبه کنیم چرا 760؟ 5 میشه 75 یه بایاس که میشه 76 تا به ازای هر فیلتر ویت داریم و 10 تا فیلتر داریم. پس 760 تا در واقع پارامتر داریم. اما آوتپوتمون سایزش چی میشه؟ 32x32 چرا 32x10؟ دهش که معلومه، عمقش 32x32 هم دیگه صحبت کردیم. پدینگ 2 که دو طرف هست باعث میشه سایزش همون بمونه. دیگه فکر کنم اینجا نکته خاصی نداره. خب اینم در واقع پارامترهای کلی برای این صحبتایی که کردیم که اگه بخوایم محاسبه کنیم. خب حالا یه نحوه فیلتر کانولوشنی که داریم، فیلتر کانولوشن اصطلاحاً 1:1 هستن. فیلتر کانولوشن 1:1 سایز فیلترش همونجور که از اسمش معلومه 1:1. حالا میخوام ببینیم چرا ممکنه ما نیاز داشته باشیم از همچین فیلتری استفاده کنیم. با اون چیزایی که قبلش گفتیم یه ذره ناسازگار به نظر میرسه. ما می‌خواستیم یه سری اطلاعات محلی رو تجمیع کنیم و الان که سایز 1:1 خیلی این شهودی به نظر نمیرسه. چیکار داره میکنه فیلتر 1:1؟ هر پیکسل کانادا داره. بله دقیقاً. یعنی اتفاقی که میفته دیگه اینجا اسپشیال عملیاتی انجام نمیده و فقط چنل‌ها رو داره با هم دیگه صورت خطی ترکیب میکنه. شبیه این که ما یه دونه در واقع نرون عادی داشته باشیم تو همه نقاط تصویر اعمالش کنیم. آره فیلترها رو اگه زیاد کنیم میتونیم اعمال کنیم. در کنارش یعنی پارامترها رو عملاً ما ثابت یا کمتر کردیم، ولی وقتی اون ابعاد اون کانولوشن اون کرنلمون کمه، خب میتونیم فیلترهای بیشتری اعمال کنیم. وقتی فیلترهای بله حالا استفادهش رو میگم، هم در مورد استفادهش صحبت نکنم. خب پس در واقع کاری که دارین انجام میده ترکیب چنل‌ها با هم دیگه است. خب اما چه موقعی استفاده میشه و چه کاربردی میتونه داشته باشه؟ یه کاربردش اینه که تعداد چنل‌ها رو میتونیم به راحتی با استفاده از یه همچین فیلتری کم کنیم. یعنی اگه یه جای تصویر هستیم که تعداد چنل‌ها خیلی زیاد شده، یه جای نتورکمون تعداد چنل‌ها خیلی زیاد شده، اگه بیایم هم سایز فیلتر رو داشته باشیم که ضرب بشه در تعداد چنل‌ها بر پارامترایی که اون فیلتر هست، میتونه خیلی زیاد بشه. بنابراین تو وقتایی که تعداد چنلمون خیلی زیاد شده گاهی از این لایه به عنوان لایه باتلنک استفاده می‌کنیم و تعداد چنل‌ها رو با این طریق کمش می‌کنیم. خب اینم در واقع استفاده از فیلتر 1:1. اما بحث ریسپتیو فیلد چیه؟ برای فیلتر کانولوشن یه تعریفی داریم. ریسپتیو فیلدمون فیلتر کانولوشن اگه ما کانولوشن‌های پی در پی داشته باشیم گاهی اوقات باعث میشه که یک نرون محدوده خیلی بزرگی از تصویر رو پوشش بده، انگار داره خروجی اون نورون تحت تاثیر تعداد زیادی از پیکسل‌های تصویره. این محدوده‌ای که خروجی نورون تحت تاثیرش هست تو اصطلاحاً ریسپتیو فیلد اون نورون میگیم. تو حالا حالت یه بعدی که راحت‌تر میشه دنبال کرد، این نورون رو در نظر بگیرین. سایز فیلترمون هم 3 بوده. تو لایه قبل خودش تحت تاثیر این 3 تا نورون قرار میگیره و هر کدوم از اونها هم تحت تاثیر 3 تا نورون قرار میگرفتن. پس اگه تو ورودی رو نگاه کنیم تحت تاثیر 5 تا نورون داره قرار میگیره. پس بنابراین گرچه فیلترهامون سایزشون محدوده، ولی چون لایه‌ها پشت سر هم چیده میشه، انگار خروجی لایه‌های بالاتر
میتونه تحت تاثیر ناحیه خیلی بزرگی از ورودی قرار بگیره. خب اینم داریم تو بعد تصویر دو بعدی هم این رو تو این شکل میبینیم. بفهم. اجازه میدیم که شبکه‌مون دیپ‌تر بشه؟ اگه اجازه بدیم شبکه‌مون دیپ بشه، معادل با این هست که هر نورونمون ناحیه خیلی بزرگی توی تصویر داره پوشش میده. یعنی اون حرفی که میزدیم که عملاً یه فیلتر معادل با یه پترن مچینگ تو کل تصویر هست، اون خروجی اون نورون مثلا تو لایه دهم میتونه معادل با یه پترن مچینگی تو تصویر باشه که سایز اون پترن خیلی بزرگه، دیگه به اندازه فیلتر نیست. معادل با اینه که چک کنیم که توی کل تصویر همچین پترن وجود داره. خب اما یه چیزی که توی تاریخچه شبکه‌های ژرف کانولوشنی می‌بینیم اینه که سایز فیلترها به مرور کوچیک شد و حالا توی این اسلاید می‌خوایم این رو با هم دنبال کنیم که چرا همچین اتفاقی افتاد. اگر یه لایه کانولوشن با تعداد فیلتر 30 رو در نظر بگیرین، خب پس در واقع 30 تا چنل داره فیلترمون و سایز در واقع اسپشیالش 7x7. خب وقتی 30 تا چنل داره، در واقع تعداد پارامترها رو میتونیم اینجا در بیاریم. 7x7 در 30 به ازای یه فیلتر و بعد در واقع 30 تا هم که تکرار شده، پس این تعداد در واقع تعداد کل ویتایی که داریم، حالا صرف نظر از بایس. اگه بخوایم ما همین ریسپتیو فیلد 7x7 رو داشته باشیم ولی به جای یه لایه باید چند لایه استفاده کنیم، دیدیم با 2 لایه میشیم 5x5، یه لایه دیگه روش بذاریم میشیم 7x7. درسته؟ با 3 لایه اینجا استفاده کنیم. اگه این کار رو با 3 لایه انجام بدیم، برای یه لایه تعداد پارامترها اینقدره و 3 تا لایه که استفاده کنیم تعداد پارامترامون این میشه. پس بنابراین وقتی که ما فیلترهای کوچیک‌تر استفاده کردیم ولی اثر پشت سر هم گذاشتن این فیلترها رو داشتیم برای اینکه ریسپتیو فیلد بزرگتری داشته باشیم، تعداد پارامترهایی که نهایتاً به ما میده تعداد پارامترهای کمتریه. خب از یه منظر دیگه هم دوباره میشه این تعداد لایه‌ها یا عمر رو بررسی کرد که تو این شکل می‌خوایم این رو دنبال کنیم. فکر کنید یه فیلتر بزرگ داریم که این فیلتر قراره پترن گل رو برامون تشخیص بده. یه راه اینه که این فیلتر رو استفاده کنیم و تو همون لایه اول کانولوشنیمون هر نقطه اون اکتیویشن مپ نشون میده که چقدر در واقع گل تو اون محل تصویر وجود داشته. ولی یه راه دیگه اینه که این فیلترها رو کوچیک‌تر کنیم، مثلا فیلتر رو این سایز در نظر بگیریم، فیلتر رو تو تصویر جابجاش کنیم و انگار کل این ناحیه‌ای که اینجا به صورت زرد رنگ نشون داده میشه الان اونجا داره با یه تیکه 3x3 تو فیچر مپمون مشخص میشه و تو لایه بعد که یه لایه کانولوشنی دیگه میذاریم عملا این 3x3 به یه نقطه مپ میشه. خب یعنی یک دونه عدد توی اکتیویشن مپ این لایه معادل با کل اون پترن گل هست تو لایه اصلی و میتونیم همین رو در واقع به قول معروف ریسترش هم بکنیم. به جای اینکه با 2 لایه این کار رو انجام بدیم، اول توی 2 لایه داریم این پترن رو تشخیص میدیم، بعد اینها رو کنار هم میذاریم و تو 3 لایه داریم پترن اصلی رو تشخیص میدیم. خب انگار پترن گل رو دیستریبیوتش کردیم بین لایه‌های مختلف. این دیستریبیوت کردن بین لایه‌های مختلف از یه منظر دیدیم تعداد پارامترها رو داره کم می‌کنه، ولی یه فایده دیگه هم داره. فکر می‌کنیم فایدهش چی باشه؟ بله. دیگه همین جنرالیزیشن میشه. چرا جنرالیزیشن بهتر؟ چون که جاشون اگه کل بخواد کل بلاک رو در نظر بگیری، اگه جاش عوض بشه ممکنه تحت تاثیرش قرار بگیره. چرا؟ یعنی کل بلاک رو فرض کنیم گله یه جای دیگه باشه. این فیلتر کلی رو که داشتیم، فیلتر میتونه برای یه جای دیگه اعمال بشه و پترن رو کپچر کنه. اگه تصویری داریم بیشتر از مثلا فیلتر باشه که درسته. خب این هست دیگه. مثلا ما اگه فیلتر گنده داشته باشیم مثلا هم یه دونه گل رو تشخیص میده. بله. اما خب گل یه مفهوم کلی‌تره که زیاد تشخیص بله. ببین مثلا شما توی گل مثلا بحث گلبرگو دارین. خب گلبرگای 2 تا گل مختلف ممکنه با هم دیگه یه شباهتایی داشته باشه. وقتی شما پترن‌های ریز بریز رو تشخیص میدین و از کنار هم گذاشتن اونها پترن‌های بزرگتر میسازین، یه جوری نگاه در واقع کامپوزیشنالیتی دارین، یعنی مفهوم بزرگتر رو دارین با مفاهیم کوچیک‌تر توصیفش میکنین. خب و این اجازه رو بهتون میده که راحت‌تر بتونین برای در واقع کلاس‌های زیادتری حالت تعمیم با تعداد کمی سامپل رو داشته باشین. یعنی با همون تعداد کم سامپل انگار این ساب پترن‌ها رو تشخیص میدین و میتونین راحت‌تر تعمیمش بدین به پترن‌های متعدد. خب پس اینم در واقع بحث دیستریبیوت کردن. که باعث جنرالیزیشن بیشتر میشه. تعداد پارامترها هم که صحبتشو کردیم
ریداکشن بیشتری تو تعداد پارامترها داره. خب این همون نکته‌ای که عرض کردم. خب حالا علاوه بر لایه‌های در واقع کانولوشنی، تو شبکه‌های کانولوشنال لایه‌های دیگه هم استفاده میشه، از جمله لایه‌های فولی کانکتد. گرچه تو همشون این لایه فولی کانکتد وجود نداره ولی تو خیلی‌هاشون لایه فولی کانکتد استفاده میشه. فکر کنین لایه فولی کانکتد رو چرا نیاز داریم؟ و حالا میخوام برگردم به بحث‌های قبلی. آیا این شبکه‌ها حالت شیفت اینوریانت یا ترنسلیشن اینوریانت داره یا نه؟ ببین ما از اول شروع کردیم. من برای اینکه یه ذره شهود بگیریم بذار یه نمای کلی رو نشون بدم که یه شهودی نسبت به چیزی که داره در کل اتفاق میفته داشته باشیم. مثلا فکر کنید یه تصویر رو داشتیم، بعد از اینکه فیلتر روش اعمال کردیم یه اکتیویشن مپ جدید به دست اومد، دوباره فیلتر اعمال کردیم، اکتیویشن مپ جدید. اینجا می‌بینید استرایدا رو جوری انتخاب کردیم که سایز در واقع همونقدر مونده ولی اینجا استراید مثلا بزرگتر از یک انتخاب کردیم، یا مثلا حالا می‌بینیم پولینگ زدیم که این سایز کم شده، دوباره یه تعداد لایه کانولوشن همینجوری رفتیم جلو. فکر کنین مثلا حاصلش هم چیزی شده، هی داریم در واقع کوچیک میشیم، حالا یا به واسطه استراید یا بحث پولینگ که الان بهش اشاره میکنم و یه عمق این پیدا کرده. خب حالا اینو چجوری اوتپوت از روش در بیاریم؟ فیچرها رو که در میاریم سرگرم می‌رسیم رو هم دیگه وکتور تبدیلش می‌کنیم همون فولی کانکتد. درسته. حالا راههای در واقع چند تا راه برای این قضیه وجود داره. یه راهش اینه که میایم و به صورت اسپیشال الان عمق این 512 یعنی شده یه 7 در 7 در 512. خب به صورت اسپیشال همه اینها رو روی همدیگه میریزیم با یک فرمول اگریگیشنی که حالا اینو توی مثلا رزنت یه اشاره تو جلسه بعد بهش میکنم. اینجوری حاصلش چی میشه؟ یه وکتور 512 تایی میشه. اون وکتور 512 تایی رو باید چیکارش کنیم؟ مثلا اگه 10 تا کلاس داره مسئله ما، با یه در واقع لایه خطی و یه صاف مکس ببریم به 10 تا کلاس و مسئله‌مون رو حل کنیم. آخر که حتما یه لایه خطی نیاز داریم. این همه باش موافقن؟ به هر حال ما داریم با اینا فیچر در میاریم، یه لایه در واقع خطی نیاز داریم تا مسئله‌مون رو بتونیم مسئله کلاسیفیکیشنمون حل کنیم. اما از این که اینجا که چجوری از روی این فیچر مپمون یه وکتور در بیاریم، راه‌های مختلفی وجود داره. یه حالت اینه که همین رو ریشیپش کنیم وکتور در بیاریم، یه حالت اینه که به صورت اسپیشال اینا رو روی هم بریزیم وکتور در بیاریم که اینا باعث خواص متفاوت از هم میشه. خب حالا برگردیم به اون بحثی که اولش گفتیم. اگه ما بخوایم در واقع حالت شیفت اینوریانت داشته باشیم، چی باید تو این شبکه هم وجود داشته باشه که شیفت اینوریانت باشه؟ این شبکه کانولوشنال عادی حالت ترانسلیشن اینوریانت یا شیفت اینوریانت نداره. پشت سر هم استک شدنشون و خب هر کدوم واسه میشه. الان با این فرمی که شما گفتین، خب پولینگ هم حالا فعلا بذاریم کنار. خب فکر کنین ما الان تا اینجا رسیدیم به این نقطه. خب رسیدیم به این نقطه، شما گفتین اینو ریشیپش کنیم میشه یه بردار 7 در 7 در 512. چرا اگه اینو روش یه دسته‌بند خطی بزنیم حالت ترنسلیشن اینوریانت نداره؟ خیلی چون که الان مثلا همون 7 در 7 512 فیچر بالا و پایین سمت چپ و راستش به هم مرتبطن. اینا رو اگه ریشیپ بکنیم دوباره این ترتیبه به هم میشه. ببینید الان چه اتفاقی داره میفته. یک بعد برای هر کدوم از این لوکیشن‌های محلی داره انتساب میده دیگه تو هر عمقش. حالا روی عمق‌های مختلف هم اینها روی هم ریخته میشه. یعنی اگه ما بیایم اینو معادل با یه بردار وزن در نظر بگیریم، این بردار وزنه اگر مثلا پترنمون اینجاش باشه یا اینجا باشه، اینا وزن مختلفی رو داره فعال میکنه. اون لایه خطی که داره روی این سوار میشه، تو این لایه آخر دیگه ما نمیتونیم بگیم که ترنسلیشن اینوریانت داریم. خب اینکه بسته به اینکه کجای این 7 در 7 پترنمون ظاهر شده باشه، یه ویتای جدایی داره روش اعمال میشه تو اون لایه خطی. پس تو این تیکش در واقع ترنسلیشن اینوریانت نیستیم. خب خیلی نیازی هست باشه. نه آره، به بستگی داره به اینکه دنبال چی هستیم. خب اگه دنبال این هستیم که فولی ترانزیشن اینوریانت باشیم، نیستیم تو این لایه آخر. و اگه بخوایم کامل اتفاق بیفته باید چیکار کنیم؟ پس همون فیلترهای یک در یک میشه استفاده کنیم برای کوچیک کردن. خب فیلتر یک در یک داره عمقو کم میکنه. در حقیقت 10 تا فیلتر بذاریم که مثلا ما تهش فرض بکنیم 10 تا کلاس داریم. 10 تا فیلتر بذاریم که همه مثلا این 7 در 7 رو بکنه یک، یعنی اندازه فیلتر رو میگیم اندازه. ببین از این ور فیلتر داشت اعمال میشد، فیلتر یک در یک داشت این 512 رو کم. آها. خب این 7 در 7 در 512
ما میتونیم 10 تا 7512 بذاریم که کل اون رو در حقیقت ببره به 10 تا عدد که میشه یه وکتور 10 تایی. آن سمپل. خب این چرا در واقع نسبت به شیفت مقاومه؟ چون که با فیلتر دارین این کار رو انجام میدین. یه دونه فیلتر و بحث شرط بودن اینجا چه معنی داره دیگه؟ شرط نیست، یعنی کامل فیلترمون میگین همسایز اینه. فیلتر همسایزه معادل با یه نه فیلتر همسایزه معادل با یه دونه لایه چیز میشه ها، یه لایه فولی کانکتد میشه. خب آره دیگه تو این حالت عملکردش مثلا همون میشه و حالا تو این حالت خاص چون 10 تا فیلتر ببین دقیقاً معادل با همون فولی کانکتدی که گفتم، یعنی انگار لایه آخر فولی کانکتد گذاشتین و دارین میبرینش به کلاس‌های مختلف. درسته؟ ما میتونیم با گذاشتن هم یا کانولوشن یا متدهایی یا لیرهایی برای آن سامپلینگ بیایم آوتپوت سایزمون رو کوچیک بکنیم به قدری که اون اون همسایگی رو بتونیم لحاظ بکنیم. حالا میشه پولینگ زد. ببین الان من هدفم از این بحث این بود که اینقدر در مورد شبکه کانولوشن میگیم که شیفت اینوریانت یا ترنسلیشن اینوریانت. ترنسلیشن اینوریانتش در حد اینکه تا اینجا میرسیم ترنسلیشن اینوریانت. خب یعنی پترن هر جایی بوده در واقع تو این 7 در 7 میتونیم بگیم که جای خودشو داره دیگه. از این به بعد اگر ما داریم یه لایه میزنیم که نسبت به جا حساسه، دیگه تو این تیکه آخر ترنسلیشن اینوریانت نیستیم. خود اون فیلتر کانولوشن ان که ترنسلیشن اینوریانت و تیکه آخر شبکه نباشه انگار کل شبکه هم میتونیم بگیم که لزوما کامل ترنسلیشن اینوریانت نیست. خب حالا یه چیز دیگه که تو این شبکه نیاز داریم و الان دیدیم به فرمی ازش داریم استفاده میکنیم علاوه بر لایه کانولوشن، لایه فولی کانکتد که الان اشاره کردم، لایه پولینگ یا یه چیزی که بتونه سایز فیچر مپ کاهش بده هست که حالا ما هم میتونیم این اصطلاحاً دان سامپلینگ یا کاهش سایز فیچر مپ رو با استفاده از استراید انجام بدیم، هم با چیزی که بهش میگیم پولینگ. اولا که هدف در واقع کاهش سایز به صورت اسپشیال چیه؟ همون که فیچرها رو یه سری بالاخره وقتی ضرب می‌کنیم یه سری اکتیویشن در میاریم دیگه. بله. و می‌خوایم در نهایت مثلا ماکسیمم اون رو بگیریم دیگه. یه پیکسل یا دو. چرا ماکسیمم اونا؟ خب در نهایت یه فیچر برامون اهمیت داره. خب. دو فیچر رو می‌خوام مثلا فرض کنید صورت انسان مثلا می‌خوایم چشش رو در بیاریم. درست. خب اون قطع ناحیه‌ای که پررنگ‌تره رو می‌خوایم استفاده. خب ببین ما مثلا الان اومدیم تو تصویر گشتیم و این فیلترامون مثلا حالت اینو داشته که چشممون میتونه تشخیص بده. سایز تصویرمون هم در اومده هم سایز تصویر ورودیمون. ولی مثلا یه منطقه‌ای وجود داره که تو همه این چشم فعاله، یعنی لازم یه نقطه باشه. فرض کنید یه 3 که آره چه اتفاق چی در واقع بفهمید. چرا ریداندنسی رو کم چرا نیاز داریم به این قضیه؟ اون بحث فشردگی می‌کنیم تصویر رو باعث میشه که اون فیچرهایی که به درد ما می‌خورن باقی بمونه. درسته. چشم مثلا میتونه مثلا خیلی بهش اهمیتی نده. درسته. ببین پس یه بحث اینه که ما می‌خوایم ریداندنسی رو کم کنیم، ولی چرا به این خیلی به شدت نیاز داریم توی شبکه‌ها؟ این اتفاقی که میفته اینه که ما یه بحث تعداد پارامتر داریم که گرچه تعداد پارامتر تو شبکه کانولوشنی کمه، ولی یه بحث در واقع سایز کامپیوتیشن گراف رو داریم. یعنی یادتونه ما به صورت فوروارد خروجی‌ها رو ذخیره می‌کردیم که وقتی بکوارد می‌زنیم اینا رو داشته باشیم تا بتونیم گرادیانا رو حساب کنیم. وقتی ما یه تصویر داریم که به شبکه کانولوشنی میدیمش، فیچر مپ‌های با سایز بزرگی داره از این تصویر تشکیل میشه که همه اینها رو باید توی توی این کامپیوتیشن گرافمون نگه داریم تا بتونیم گرادیانا رو محاسبه کنیم و ویتا رو آپدیت کنیم. و وقتی که سایز این فیچر مپ‌ها بزرگه به شدت برامون دردسر میشه. پس یکی از دلایلش اینه که با استفاده از این لایه‌هایی که دان سامپل میکنه سایز فیچر مپ‌ها رو کنترل میکنیم و این اجازه رو بهمون میده که وقتی که به صورت اسپیشال سایز اینا کوچیک شده تعداد چنل‌های بیشتری رو داشته باشیم اینجا. هر چی که تو شبکه میریم جلوتر معمولا میایم دان سامپل میکنیم، سایز رو کوچیک میکنیم و تعداد چنل‌های بیشتری رو استفاده میکنیم که این پترن خیلی در واقع رایجیه تو شبکه کانولوشن. خب پس به دلایل مختلفی ما نیاز داریم همون ریداندنسی رو دور بریزیم، اینکه برای اینکه در واقع کامپیوتیشن گرافمون رو سایزش رو بتونیم در حد معقول نگه داریم دان سامپل میکنیم و چیزای از این جنس. خب حالا برای این دان سامپل کردن یه راهو دیدین، استراید بزرگتر از یک هست، یه راه اصطلاحا بهش میگیم پولینگ، یه نحوه دان سامپلینگه. اینجا یه فیلتر پولینگ رو داریم میبینیم که عملیاتی که انجام داره میده اصطلاحا مکس پولینگه. یه فیلتر 2x2 که توی ناحیه 2x2 با استراید 2 داره اعمال میشه، یعنی توی ناحیه که اعمال شد کامل میره تو ناحیه جدید و الی آخر تو هر ناحیه هم داره مکس اون خونه هایی که
پوشش میده رو حساب میکنه. خب واضحه که این فیلتر پارامتری نداره، درسته؟ فقط داره مکس میگیره، هیچ پارامتری به شبکه اضافه نمیکنه و کاری که انجام میده معادل هست با کوچیک کردن سایز فیچر مپمون. از نظر در واقع سایز اون اکتیویشن مپی که ایجاد میشه شبیه فیلترهای عادی میتونیم حساب کنیم چه فیچر مپی داره حاصل میشه. غیر از مکس پولینگ روش‌های دیگه پولینگ هم وجود داره که کمتر از مکس پولینگ استفاده میشه، مثلا روش مین پولینگ یا نرم های دیگه از روی مثلا اینو به شکل بردار در نظر بگیریم، انواع نرم ها رو میتونیم اعمال کنیم و خروجی رو حساب کنیم که اینها فرمایی یعنی که کمتر تو عمل استفاده میشه. یه راه دیگه اینه که برای پولینگمون یه شبکه در نظر بگیریم که مثلا الان اینجا قرار 4 تا عدد رو به یه عدد مپ کنه. یه شبکه‌ای که ورودی 4 تاییش رو با یک یا چند لایه به یه عدد مپ میکنه. این شبکه واضحه که ویتاش همه جا مشترک هست و در نتیجه شبیه همون کانولوشن که ویت شیرینگ انجام میداد، این پولینگ هم داره با ویت‌های مشترک تو تمام جاها استفاده میشه. خب یه راه دیگه‌ای که دیدیم برای اینکه سایز رو کاهش بدیم استراید بزرگتر از یک. و اگه بخوام اینا رو با هم دیگه مقایسه کنیم، استراید بزرگتر از یک انگار داخل خودش این نحوه پولینگ رو هم یاد میگیره، چه پولینگ مناسب برای این کار، چون داره همزمان کانولوشن رو با کاهش سایز انجام میده و وقتی اون ویتا یاد گرفته میشن، پس اگه نیاز یه پولینگ خاصی انجام بشه انگار تو دل اون کانولوشن ها اون کار رو انجام میده. حالا توی شبکه‌های قبل‌تر معمولا استفاده از این لایه‌های پولینگ رایج بود ولی تو شبکه‌های جدیدتر کمتر لایه‌های پولینگ وجود داشت. حالا دیگه جدیدم که دیگه خیلی کانولوشن رو استفاده نمی‌کنه. اینم روابطی که برای سایز بعد از پولینگه که خیلی مشابه همون چیزایی که قبل از این در موردش صحبت کردیم. اگه که فضا و کافی داشته باشیم استفاده از پولینگ باز سودی داره؟ ببین بستگی داره که در واقع مسئله‌مون چیه. خب توی مثلا یه مسائلی مثل سگمنتیشن ما دوست داریم ریز جزئیات رو حفظ کنیم. خب پس شاید مثلا پولینگ اونجا اگر مثلا ما فضا به اندازه کافی داشتیم، اگر پولینگ نزنیم شاید نقش بهتری داشته باشه. ولی مثلا اگه مثلا اون کلاسیفیکیشنه و این ریداندنسی بالا رو می‌خوایم حذفش کنیم، میتونیم پولینگ استفاده کنیم و اینو از بینش ببریم. فهمت؟ پولینگ یه جوری همین چیزی که قبلش گفتم یه جوری اگه اشتباه نکنم اینجوریه که فاصله بین پترن ها رو از بین میبره. مثلا میگم شاید ما بخوایم مثلا دو تا چشم رو پیدا بکنیم که فاصله شون برامون اهمیت نداشته باشه تصویریات پترن. این کاربرد میتونه باشه. آره ببین نسبت به اسکیل یعنی یکم نسبت به روتیشن مقاوم میکنه، نسبت به اسکیل میتونه مقاوم کنه. این خواص رو هم داره. درست. فرمول به دست آوردن دیمنشن در منهای منهای تقسیم بر اسرائیل کنیم. اگه اون پرانتز بر اسرائیل بخش پذیر نباشه این میتونیم انجام بدیم؟ نه دیگه، یعنی همه در واقع به ازای هر استرایدی ما نمیتونیم کار انجام بدیم، مجبوریم در واقع اینا رو جوری تنظیم بکنیم که قابل انجام باشه. نمیشه مثلا بگیم آخرش رو برنامه کلا نباید انجام. ببین بالاخره میشه این کارم کرد ولی یه تیکه از اطراف تصویر رو داریم خوب پوششش نمیدیم دیگه. یا مثلا میشه پدینگو چیز نکرد، متقارن انجام نداد، یه طرف پدینگو بیشتر از اون ور انجام داد. الان ما با پدینگ متقارن اینا رو نوشتیم. اگه پدینگ متقارن در نظر نگیم در هر صورت با هر استرایدی میتونیم پوشش بدیم. خب در کنارش بحث این وریانت بودن، بحث اکویوریانت بودن هم مطرحه که بعد نیست به اونم یه اشاره بکنیم. این وریانت بودن اینه که بعد از اینکه این لایه‌ها اعمال شد و فیچرها در اومد، برای دو تصویری که یکی توش مثلا آبجکتمون یه نقطه از تصویره، تو یکیش یه نقطه دیگه از تصویره، نسبت به این مقاوم باشیم. خب که خود لایه‌های کانولوشن این خاصیت رو داشتن، این مقاومت رو ایجاد می‌کردن. اکویوریانت بودن یعنی اینکه اگر رو تصویرمون یه تبدیلی داریم می‌زنیم معادل باشه با اینکه رو فیچر مپمون اون تبدیل رو بزنیم. خب که الان در مورد شبکه‌های کانولوشن آیا برقراره یا نه؟ مثلا اگه تو تصویرمون روتیت کنیم انگار رو فیچر مپمون روتیت کردیم تا حدی، خیلی دقیق این حرفا رو نمیشه زد. و اگر ترنسلیت کردیم انگار روی فیچر مپمون همون ترنسلیشن رو انجام دادیم. بر همه واضحه، یعنی اکویوریانت هستن کامل تا حد خیلی زیاد. اینم که مثلا این وریانت نسبت به در واقع بقیه
تبدیلات غیر شیفت مثلا نسبت به روتیشن خیلی کم میتونه نسبت به روتیشن این وریانت باشه. چرا؟ چون ما فقط مثلا اگه از پولینگ داریم استفاده میکنیم در حد اینکه این چهارخونه ها رو با هم دیگه مکس گرفتیم و دیگه فرقی برامون نمیکنه پترن کدوم یکی از این 4 تا بوده، در همین حد نسبت به شیفت هم مقاوممون نگه میداره، ولی کامل شیفت این وریانت نیست. خب تا این لحظه اگه بخوام خلاصه کنم در مورد لایه‌های کانولوشن صحبت کردیم که با استفاده از لوکالیتی و ویت شیرینگ سعی می‌کرد که از این خاصیت که ما توی سیگنال ها یا ورودی های به شکل ایمیج دوست داریم که ترنسلیشن اینوریانت باشیم، بیایم و یه شبکه با تعداد پارامتر خیلی کم طراحی کنیم که بتونه از این خاصیت استفاده کنه و مسئله رو حل کنه. اینجا انگار یه اینداکتیو وایس داریم تزریق میکنیم، یه اینداکتیو وایس سنگین داریم تزریق میکنیم، ولی چون اینداکتیو وایسمون با طبیعت با صورت مسئلهمون همخوانه، معمولا ضربه زیادی نمیزنه بهمون. و نکته دیگه ای نداره. تعداد در واقع چنل ها رو اگر برش یه الگو بخوام در نظر بگیریم، معمولا اینجوریه که وقتی تو تصویر توی لایه ها جلو میریم سایز تصویرمون کوچیک میشه با استفاده از همون پولینگ یا استراید بزرگتر از یک و تعداد در واقع چنل هامون زیاد میشه. این هم یه الگویی که خیلی اوقات استفاده میشه. دیگه اینجا من نکته خاصی نمیبینم. اگه بخوام یه شبکه کانولوشن ابتدا تا انتها مرورش کنیم با هم دیگه، یه همچین پترنی داره که توی آخرین در واقع محل باید به نوعی این رو به تعداد کلاس ها مپش کنیم، این فیچر مپی که به دست اومده، که حالا برای این میتونیم از یک یا تعدادی لایه فولی کانکتد استفاده کنیم که به اون تعداد کلاس مورد نظر برسه. برای دیتاست C4 یه دموی وجود داره که من لینکش رو تو استعداد گذاشتم، بعدش میتونین دمو رو ببینین که به ازای یه تصویر ورودی چک میکنه در واقع چه فیچر مپ هایی به دست میاد و نهایتا تا به آوتپوت مپ میشه میزان احتمالی که بر هر کدوم از کلاس ها برش به دست میاد و میبینین که خب جالب نحوه در واقع انجام عملیات و ویژوالیزیشنی که داره چیز جالب. یه پترنی که تو شبکه‌های کانولوشن زیاد استفاده میشه، به ازای هر انتا لایه کانولوشنی که عملا یه کانولوشن به اضافه یک اکتیویشن فانکشن هست، پولینگ یا همون در واقع دان سامپلینگ رو داریم که هر لایه در واقع عملا یه پولینگ پشتش نیست، چند لایه کانولوشن و یه لایه پولینگ یا دان سامپلینگ رو داریم و از اینها به یه تعداد دوباره از این لایه‌هایی که الان به صورت یه بلاک اینجا میتونیم نگاهشون بکنیم ام تا پشت سر هم داریم. نهایتاً فولی کانکتد ها رو به تعداد مثلا اینجا کی تا داریم و صاف مکس رو داریم برای که مسئله دسته‌بندیمون حل کنیم. ولی آرکیتکچر همیشگی نیست. مثلا توی رزنت به این صورتی که این فولی کانکتد هایی که اینجا داریم و عملا نداریم و یه راست از فیچر مپ میکنیم به تعداد کلاس ها. خب این هم شکل شبکه VGGه که همین عملیاتی که گفتیم رو داره انجام میده. این هم قضیه در واقع افزایش عمق رو دارین اینجا میبینین و این هم لایه های فولی کانکتدیه که استفاده کرده که اینجا دیگه به شکل وکتور هست و این هم خروجی نهاییه که به ازای مسئله 1000 کلاسه داره به دست میاره. خب حالا یه ذره در مورد ویژوالیزیشن صحبت کنیم. اگه این شبکه در واقع تک لایه رو در نظر بگیریم و فیلترها رو تو لایه اول در موردش صحبت کردیم، حالا میخوایم ببینیم بقیه جاها چجوری میتونیم ویژوالایز کنیم شبکه داره چیکار میکنه. اگه این شبکه تک لایه رو در نظر بگیریم، عملا برای مثلا 3 تا کلاس فرض کنین 3 تا ماتریس داره به دست میاد که حالا سایز این ماتریس ها متناظر با در واقع تعداد پیکسل هامون و در واقع چنل هامون هست و نهایتا برای هر کدوم از کلاس ها داره یه اسکور به دست میاد. همونجور که گفتم انگار یه تمپلیت برای هر کلاس داریم که اینو نقطه به نقطه داریم تو تصویر ضرب می‌کنیم ببینیم که توی در واقع تصویر کدوم یک از تمپلیت های کلاس های مختلف بیشتر از همه فعاله. این توی شبکه فولی کانکتد عادیه. خب چیزی که برای ویت های کلاس های مختلف در اومده می‌بینید همچین چیزایی، انگار یه وکتور به ازای هر کلاس در آورده توی فضا، این وکتور به سایز تصویر ورودی در آوردیم و انگار مثلا فرض کنید در مورد اسب انگار یه چیزی شبیه مثلا پترن اسب اینجا داره. خب اینکه ما بتونیم کل سامپل‌های یک کلاس رو توی وکتور خلاصه کنیم خیلی در واقع اتفاقی نیست که تو عمل بیفته. مثلا شما اگه یه مسئله دسته‌بندی ارقام رو در نظر بگیرید، یه سری از
دوها این شکلی هن، یه سری از دوها یه شکل دیگه هن. اینکه بخوایم کل اینها رو با یه وکتور مدل کنیم خیلی در واقع شدنی نیست. بر همینم حالا تو شبکه‌ای که چند لایه هست عملاً این رو پوشش میده که ناحیه یک کلاس یا ناحیه نان کانوکسه و چندین پترن مختلف داره استفاده میشه برای اینکه اون کلاس رو پوشش بده. حالا این ویژوالایزیشن تو حالتی که از یه MLP چند لایه داریم استفاده میکنیم که الان کاری بهش نداریم، میخوام بیام بیشتر سراغ شبکه کانولوشنی ببینیم تو این لایه ها داره چه اتفاقی میفته. خب اگه از لایه اول بالاتر بریم، تو لایه اول فیچرها رو دیدیم که خود ویتای این لایه اگر به شکل فیلترها رو به شکل تصویر در می آوردیم چه شکلی میشد. حالا میخوام ببینیم تو لایه مختلف داره چه اتفاقی میفته. اگه بیایم فیلترهای لایه بالاتر بخوایم بررسی کنیم، یه دفعه میبینیم که بعد از لایه اول که فیلتراش برامون قابل لمس بودن و میتونستن به شکل تصویر در بیان تو لایه‌های بالاتر اصلا همچین حالتی نداریم. چرا؟ چون یه فیچر مپی بود با یه تعداد چنل. وقتی که فیلتر رو در نظر میگیریم به همون میزان عمق داره، به تعداد چنل هایی که تو این لایه وجود داره عمق داره و در نتیجه اگه اینو به شکل یه سری تصویر در بیاریم خیلی شهودی نسبت بهشون نداریم. یعنی نمیتونیم همه رو هم بریزیم و با رنگ نشون بدیم شبیه حالت قبل. اینجا فیلترهای هم چیزایی میشن که اصلا شهودی نسبت بهشون نداریم. هر در واقع به ازای هر فیلترمون این تصویرایی که توی عمقش قرار میگرفتن کنار هم قرار دادیم که واقعا اینا روی همدیگه اعمال بشه رو تصویر چه اتفاقی داره میفته اصلا شهودی بهمون نمیده. خب یه ذره اگه بخوایم از یه جای دیگه شبکه شروع کنیم برای اینکه شهود پیدا کنیم، یه جایی که میشه این کار رو انجام داد لایه آخر شبکه است. یعنی فیچرهایی که توی لایه آخر قبل از کلاسیفیکیشن به دست اومده. اگر لایه آخر شبکه رو در نظر بگیریم، فیچرهایی که برای هر تصویر به دست آورده، مثلا 4096 تا فیچر برای هر تصویر به دست آورده، بیایم و از این فیچرها برای به دست آوردن نزدیکترین همسایه ها استفاده کنیم. این تست ایمیج رو در نظر بگیرین، نزدیکترین همسایه های اینا رو رفته پیدا کرده. از چه نظر؟ از نظر در واقع فاصله توی اون فضای 4096 بعدی که توی در واقع انتهای شبکه قبل از کلاسیفیکیشن به دست اومده بود. خب فکر کنین که یه سری فیچر مپ داشتیم، زدیم و رسیدیم به یه همچین چیزی، فرض کنین 7 در 7 در 256. بعدش هم حالا به یه طریق یک یا چند لایه فولی کانکتد روی این زدیم، نهایتا رسیدیم به یه بردار مثلا 4096 داریم. خب و بعد اینو مپش میکنیم به 1000 دسته‌ای که داشتیم. خب حالا اگه این لایه ما قبل آخر رو در نظر بگیرین، اینو میتونیم به عنوان یه فیچر وکتور برای تصویر در نظر بگیریم. یادتونه همون جلسات اول هم صحبتش کردیم، گفتیم شبکه لایه‌های ما قبل و آخرش رو میتونیم به عنوان فیچر اکستراکتور نگاه کنیم و لایه آخر به عنوان یه دسته‌بند خطی. خب حالا اینجا کاری که انجام دادیم تو این لایه 4096 تایی که مپ می‌کرد تصویرمون رو به 4096، اومدیم به ازای تصویر نگاه کردیم که از بین کل تصویرایی که تو دیتا ست بودن کدوما از نظر این وکتور 4096 به این نزدیک‌ترن. خب و اونایی که نزدیک‌تر بودن رو پیدا کردیم. برای تصویر دوم همینطور الی آخر. خب به نظر میرسه واقعا این فضای 4096 تایی که تصویر بهش برده شده یه فضای معناییه، چون وقتی میایم نزدیکی رو تو این فضا میسنجیم خیلی با نزدیکی سمنتیکی که انتظار داریم میخونه. اگه ما مثلا تصویرها رو تو فضای ورودی، تو فضای اینپوت میومدیم فاصله از هم میگرفتیم، دو تا تصویری که یکیشون شیفت خورده اون یکیه، به شدت مثلا اگر با کورلیشن داریم شباهت اینا رو میگیریم، به شدت میتونه با هم متفاوت باشه. یعنی مثلا یه 9 در نظر بگیریم با یه 9 شیفت خورده، میتونه کورلیشن اینها صفر بشه با هم دیگه. خب ولی تو فضای در واقع امبدینگی که این شبکه داره بهمون میده، میبینیم که شباهت‌های معناییه که همون انتظاری که از شبکه داریم. بله. خب این از این. پس در واقع اگه بیایم این فضای 4096 تایی که همون لایه آخر رو بیایم حتی مثلا برای یه مسئله که دسته‌بندی و روش نداریم در بیاریم و اینها رو کلاستر کنیم، تا یه حدی گروپ‌های داده رو میتونه خیلی خوب بهمون بده بدون اینکه مثلا برچسب اینها رو داشته باشیم. که اینجا مثلا برای امنیس بوده اگه اشتباه نکنم، برچسب‌ها رو داریم تو این شکل که هر پیکسل با رنگ خودش مشخص شده، ولی اینجا که برچسب‌ها رو نداریم می‌بینیم تا حد زیادی پیکسل‌های یک کلاس نزدیک به ایمیج‌های یک کلاس نزدیک به هم دیگه افتادن. اینم حالا برای یه دیتا ست بزرگتر داره همین مفهوم نشون میده که
اینجا تصویرها رو داره نشون میده و اینجا تو فضای فیچر مپ وقتی آوردیمش توی فضای دو بعدی داره تو اون دو بعد هر تصویر رو نشون میده، ولی هر تصویر باید اینجا با یه نقطه نشون داده میشد. برای اینکه نسبت به شهود پیدا کنیم تصویر رو با خود تصویر نشون داده، یعنی تو این فضای دو بعدی فیچرها که اون 4096 رو فرض کنیم با یه PCA مپ کردیم به دو بعد، خود تصویرش رو رفتیم کشیدیم. برای اینکه یه شهود پیدا کنیم مثلا این بالا مثلا میمونه که بیشتر تصاویری که دریا و آسمون توش داشته اونجا افتاده، تصاویری که خیلی مثلا جنگل داشته اینجا افتاده و مثلا یه همچین حسی بهمون میده که این فیچرها که در اومده با اون انتظاری که داریم تا حدی میخونه. این هم یه مثال دیگه است بر ویژوالایزیشن اکتیویشن ها. گاهی اوقات اینجوریه که یه دونه ایمیج ورودی اگه در نظر بگیریم و خروجی یه لایه خاص رو بخوایم، مثلا خروجی لایه هفتم رو میخوایم، خروجی لایه هفتم به تعداد در واقع چنل های فیچر مپمون تو اون لایه ما تصویر داریم. اگه این چنل ها رو بیایم بکشیم، مثلا فرض کنیم کانولوشن لایه کانولوشن سوم یه تعداد چنل داشتیم، اومدیم خروجی رو به ازای این تصویر کشیدیم و مثلا فرض کنیم تصاویر چهره رو که میدیم به شبکه میبینیم که لایه کانولوشن سومش این چنلش فعالیت توش زیاده. خب مثل این میمونه که انگار این نرون یا این فیلتری که در نظر گرفتیم داره صورت رو توی این لایه در میاره، یه همچین چیزی رو داره بهمون نشون میده. گاهی اوقات اینجوریه که برای این نرون های وسط شبکه میتونیم همچین تعبیر یا تفسیری در بیاریم که بعضی از نرون های تو شبکه انگار دارن یه پترنی رو در میارن. حالا برای لایه آخر خیلی این اتفاق میفته، یعنی تو لایه آخر که نگاه میکنیم هر نرون مثلا یه نرون داره فیس رو نشون میده، یه نرون تو مسئله دسته‌بندی داره مثلا شکل آبجکت کلاس 1 آبجکت کلاس 2 و غیره رو مدل میکنه، ولی تو لایه‌های وسط کانولوشنی هم تا حد زیادی میتونیم این رو ببینیم. لزوما همه نرون ها برامون قابل تفسیر نیستن، ولی بینش نرون های قابل تفسیر پیدا میشه. خب یه راه دیگه برای اینکه بفهمیم که این نرون ها داره چی وسط شبکه در میاره اینه که بیایم و تصاویر رو پچ کنیم و ببینیم که یه دونه نرون کدوم پچ ها هستند که بیش از همه فعالش میکنن. چرا میگم تصاویر پچ کنیم و این پچ ها رو اسکیل کنیم به عنوان ورودی بدیم؟ به خاطر که یه عالمه پترن مختلف توی تصویر وجود داره، میخوایم اثر اینها رو با هم نبینیم. اگه تصویر خوردش کنیم و بیایم این پچ ها رو بدیم به شبکه و یه نرون رو بسنجیم، فرض کنیم یه نرون خاص رو در نظر گرفتیم توی لایه، میخوایم ببینیم بیشترین تصاویری که اینو اکتیو کردن چیا بوده. کافیه در واقع همه این پچ ها رو به شبکه بزنیم، میزان اکتیویشن اینها رو حساب کنیم و پچ های رو انتخاب کنیم که بیش از همه اون نرون رو اکتیو کردن. که اینجا مثلا برای یه سری از نرون ها پچ هایی که بیش از همه اکتیوشون کردن هر کدوم توی یه سطر برای یه نرون مشخص شده، که انگار مثلا یه نرون فرض کنید اینجا داره حروف الفبایی که حالا به رنگ زرد و سیاه بیشترم وجود دارن و داره مدل میکنه، یکیش داره مثلا حالت چرخ ماشین رو در میاره، یه چیزای از این جنس. بیا همین لایه آخر این کار انجام. نه این تو هر لایه‌ای میتونه باشه، این اصلا لایه آخر نیست. آره ولی خب لایه اول فیچرها رو در نمیاد. بله تو لایه‌های اول خیلی فیچرامون خامه، مثلا شبیه لبه های با شیبای مختلف، جلوتر که میریم شبیه کورنرها میشه و هر چی جلوتر میریم پترنا پیچیده‌تر میشه. مثلا لایه کانولوشنی سوم رو در نظر بگیم انتظار داریم پترنای شبیه دایره و اینها رو در بیاریم، چیزی که اینجا در اومده. چی باعث میشه که این شبکه کانولوشن نسبت به سایز عکس معاون باشه؟ سایز عکس منظورتون چیه؟ سایز کوچیک کردیم وقتی پچو داریم اسکیل می‌کنیم. بله. همون پترن تو اسکیل. بله این ببین قضیهش اینه که اگه تو داده ترینینگتون نداشته باشین سایزهای مختلفو ممکنه اصلا پوششش نده. یعنی یه بحثش اینه که تو داده ترینینگ مثلا فرض کنید اون چرخ با سایزهای مختلف بوده و این یاد میگیره در واقع این پترن رو در بیاره. اگه تو داده ترینینگ نباشه ممکنه موفق نشیم این کار رو انجام بدیم. خب پس حالا اگه بخوام این تیکر رو خلاصه کنم بفهمید. اون ابعاد این شبکه‌ها که در میارن تجربی و شهودی کاملا یا تئوری وجود داره؟ نه تئوری که راستش خیلی وجود نداره. جلسه بعد یه سری کیس استادی رو تو شبکه‌های CNN معرفی می‌کنیم. تئوری خاصی وجود نداره پشتش. ابعاد منظورتون همین سایز فیلترها و چیزای این شکلیه؟ ببینیم آخه ساختار شبکه یه سری لایه کانولوشنه، خب که اینم مثلا با مغز و اون اتفاقاتی که تو مغز داره میفته همخوانه. مثلا ناحیه V1 V2 وی های بالاتر مغز رو در نظر بگیرین، شبیه این کانولوشنایی که ما اینجا داریم میزنیم.
پس از یه طرف یه شهود این شکلی پشتش بوده نحوه چیدن این شبکه‌ها، از یه طرف هم در واقع بحث‌های کانسترنت هایی که ما داریم. مثلا فرض کنید کانسترنت مموری جی پی یو رو داریم. خب در نتیجه باید این شبکه رو جوری بچینیم که تو مموری جی پی یو جا بشه و حالا پترن کلیشون مثلا همون نکته که عرض کردم تو اینها دیده میشه، اینکه دان سامپل کردن هر چند لایه یه بار رو همشون تقریبا دارن و اینکه وقتی دان سامپل میکنن بلافاصله تعداد چنل ها رو افزایش میدن که بتونن حداکثر استفاده رو از قابلیت های شبکه بکنن، تعداد فیچرهای زیادی رو بتونن در بیارن. این پترن کلی این شکلی وجود و هیچ کدومش تئوری که به اون صورت باشه پشتش وجود نداره. مثلا فرض کنید در مورد سایز فیلتر صحبت کردم، به جای یه فیلتر بزرگ ترجیح میدیم فیلترهای با سایز کوچیک‌تر داشته باشیم ولی اینها رو پشت سر هم بذاریم و مسئله رو حل کنیم که همونجوری که صحبتشو کردیم تعداد پارامترها رو کم میکنه، غیر خطی تر میکنه و چیزای این شکلی. جدا جدا بحثایی میشه ولی اینکه یه مثلا تئوری خیلی قوی پشتش باشه که چجوری این شبکه رو بچینیم بهترین حالته، خیلی هم چیزی نداریم. یه چیزی که ما در استفاده می‌کنیم اینه که مثلا یه طراحی که ذهنشون هست اول میان یه چیزی کوچیک‌تر شدهش رو میان مثلا میان همون دیتایی که مد نظرشونه اعمال می‌کنن، بالا پایین می‌کنن ببینن توی اون ابعاد کوچیک کدومش خوب جواب میده، بعد همون اسکیل می‌کنن. ببین اگه تعداد سامپلی هم که استفاده میکنین کمش کنین حالا شاید بخونه، ولی اینکه یه شبکه خیلی کوچیکو ما بخوام از روش تامین بدیم به شبکه بزرگ خیلی این فکر نکنم همیشه شدنی باشه. یعنی گاهی اوقات اینجوریه که ولی برای یه خاصیت فرض کنین مثلا همین قضیه این وریانت بودن نسبت به تبدیلات مختلف و به قول شما میشه با یه ماکتور هم اول بررسیش کرد و بعدش شبکه اصلی رو طراحی کرد. ولی بر همه چی لزوما این که بیایم یه شبکه کوچیک طراحی کنیم و بخوام قضاوت کنیم نسبت به در واقع شبکه اصلی کار درستی نیست. خب اینم در واقع همون دموی لینک همون دمویی که صحبتشو کردم در مورد سیفار بود. من خوب بود این لینکو پشت خود همین اسلاید میذاشتم که اگه خواستین دموی این شبکه رو ببینین و دیگه اینجا نکته خاصی ندارم. اگه بخوام خلاصه کنیم بحثی که داشتیم در مورد شبکه‌های کانولوشن صحبت کردیم، عمدتاً وقت رو روی لایه کانولوشن گذاشتیم، گفتیم لایه پولینگ و فولی کانکتد هم توی شبکه‌ها استفاده میشه و از نیچر داده که حالت محلی بودن رو داره، حالت این که میخوایم عملیاتی که روش انجام میشه ترنسلیشن این وریانت باشه رو در نظر گرفتیم و در نتیجه CNN رو به عنوان یه چیزی که کانکشناش لوکال و شرط هست تو معرفی کردیم. یه اینداکتیو وایس سنگین داره در نظر میگیره ولی چون همخانه ضرری نمیزنه و در مورد این مباحث صحبت کردیم که هایرارکی از فیچرها داشت تشکیل میشد، یعنی فیچرها رو دیستریبیوت میکرد توی لایه‌های مختلف و این هایرارکی کردن فیچرها اجازه میداد که تامین پذیری بهتری داشته باشه. پترن‌های بزرگتری که از ترکیب پترن‌های کوچیک‌تر میتونن تشکیل بشن بتونه به راحتی یاد گرفته بشه. بحث ایکوورنس رو معرفی کردم که توی لایه‌های در واقع بعدی شبکه انگار تبدیلاتی که توی ورودی میزنیم معادل با اینه که تبدیلاتتون ورودی اولیه رو داده باشیم ولی تبدیلاتتون لایه‌ها اعمال کنیم. بحث اینوریانس رو مطرح کردیم که تا یه حدی در واقع اینوریانس وجود داره تو این شبکه‌ها ولی نه کامل. خود فیلترهای کانولوشن نسبت به شیفت اینوریانت هستن ولی بسته به اینکه حالا انتهای شبکه چیکار کنیم میتونیم انتظارات متفاوتی داشته باشیم. خب این بحث تموم شد. اگر سوالی دارید بفرمایید. چون بگم آسان‌ترین جلسه درس جلسه کانولوشن، نکته خیلی سنگینی نداره.